ما در طول تاریخمون هیچ وقت دولت نداشتیم. یعنی دولت به معنای امروزه، یعنی یه سیستمی که منتخب مردم باشه، در خدمت مردم باشه. نبوده. همیشه جبار خونریز جنایتکاری در رأس بوده که مملکت را ارث پدری خودش میدونسته و میچاپیده و میبرده. فکر میکرده خونشه و مال خودشه مملکت. مردم هم رعایاش هستن. این اون چیزی بوده که ما 2500 ساله تا انقلاب 57 داشتیم. تنها تغییر و تحولی که ایجاد شد از رعیتی به امتی رسیدیم ما، وگرنه جنایتکار تغییر نکرد. شاه رفت، شیخ آمد جاش. همون شیخ و شاهی که از دوران صفویه اینا با همکاری همدیگه کشور را اداره میکردن و هر کدوم یه گوشه از کار گرفته بودن برای استثمار و تحمیق مردم. شما در نظر بگیر کشوری با داشتن بیشترین منابع گاز دنیا مشکل گاز داره. در رژیم گذشته، در رژیم شاه، در رژیم دوران خاندان ایرانساز، ما روزانه 6 میلیون بشکه نفت از کشورمون استخراج میشد و به فروش میرفت. یعنی اونم دست ما نبود، چون محجور بودیم، خودمون نمیتونستیم نفت خودمون را، صاحبش نبودیم. انگلیس‌ها با اون و آمریکایی‌ها بعد از کودتای 28 مرداد نشستن و برای ما تعیین تکلیف کردن که آقا این مشکلی که شما داشتید با انگلیس‌ها سر نفت، اون شخصی که یعنی آقای مصدق آمده بود و میخواست این نفت را ملی کنه، الان دیگه ما اینو ردش کردیم، رفت اعلیحضرت را بر تخت نشوندیم. حالا راجع به این مسئله نفتتون هم ما یه قراردادی با شما میبندیم که قرارداد کنسرسیون بود. گفتن 25 سال استخراج، اکتشاف، فروش، همه چی نفت در اختیار اینها بود. 20% به ما میدادن. یعنی آمدن یه کنسرسیومی تشکیل دادن، شرکت نفت ایران و انگلیس 40%، 20% ما، 20% انگلیس‌ها. 5 تا شرکت آمریکایی هر کدوم 8%، 40% هم اونا می‌بردن. 14% هم شرکت شل می‌برد، 6% هم شرکت فرانسوی الف. اینها قرارداد 25 ساله داشتن، بخورن و ببرن. چون نفت در زیر زمین‌های متعلق به ایران بود، ولی ما اون توانایی و تکنیک و علم این که این نفت را استخراج کنیم و به فروش برسونیم نداشتیم. یعنی اگر اونا از ما نمی‌خریدن نفت را، ما مصرفی براش نداشتیم. همونجور که 2500 ساله که ما تو اون کشور صاحب این نفت هستیم. در بعضی جاها خود به خود از زمین می جوشید. در جنوب این حالت داشت. میادینی بود که غیر در اونجا بود. ما از این استفاده که می کردیم فقط به شترها می مالیدیم که شپشاشون چه کنه هاشون کشته بشه. مصرف دیگه ای نداشتیم. چون میگم علمش را نداشتیم، تخصصش را نداشتیم و این عاملی بود که اینها آمدن و بردن. بعد جالبه در مملکتی که روزی 6 میلیون نفتش استخراج میشد و صادر میشد، مردم اون کشور در اون زمان نزدیک 60-70% در روستاها زندگی میکردن، از تاپاله گاو استفاده میکردن برای
تولید گرما در زیر کرسی و اینا تابستون تا پالای گاو را برمی داشتن، رو پشت بوم میذاشتن، به صورت یک چیزای گردی در می آوردنش و خشک میشد. بعد اینا میذاشتن تو انبار، زمستون می آوردن اینا، آتیش میزدن و داغ میکردن، به صورت زغال در می آوردن و میذاشتن زیر کرسی. اینه که هیچ فرقی نکرده، چه اون زمانی که نفت میفروختیم و با تاپاله گرم میشدیم، چه الانی که گاز داریم زیر زمینمون ولی بلد نیستیم ازش استفاده کنیم و کمبود گاز هست تو کشور. البته این مشکلیه که گروه ها و دستجاتی که تو این کشور هستن، گروه های مختلف دزدان و غارتگران، با همدیگه در تضاد هستن. این برای همدیگه مشکل ایجاد میکنن که مردم را ناراضی کنن، بگن این پزشکیانه که دولتش عرضه نداره، وگرنه ما بیایم رو کار بهتر میدوزیم و میبریم. مملکت متاسفانه میگم تاریخ درش در حال تکرار همش. شما ببین الان در سوریه چه گذشت؟ سال هاست که آخوند رفته پول خرج کرده در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن، دستجات مسلح را انداختن، گروه های مختلف را حقوق میدن، اسلحه میدن، تأمین میکنن که ما دشمنی با اسرائیل داریم و میخوایم اسرائیل رو نابود کنیم. حالا اگه زورتون هم میرسید آدم دلش نمیسوخت. سالها پول خرج کرده و در ظرف چند هفته همه نابود شد. بعد الان مرتکه آمده میگه که ما پیروز شدیم. منو یاد حرفای فتحعلی شاه انداخت. فتحعلی شاه خب جنگ ایران و روس دو تا جنگ مهم بود که دو تا یعنی قرارداد مهم بود، گلستان و ترکمنچای. ترکمنچای دیگه داشتن می آمدن به طرف تهران که با این قرارداد توقف پیدا کرد پیشرویشون. وقتی که جنگ رو باخته بود فتحعلی شاه، نیروهاش از دست داده بود، در اون مقطع سران لشکریش بیشتر پسراش بودن و شاهزادگان و این اعوان و انصارشون. اینها به در کار همدیگه سنگاندازی میکردن که اون یکی از چشم بابا بیفته، نگن این پیروزی به دست آورد و آدم مهمی بشه. با مملکت اینجوری بازی میکردن. فتحعلی شاه زمانی که آمد قرارداد ترکمنچای امضا کنه، اونم با واسطه گری انگلیسا، نشست یک جمعی را از بزرگان کشوری را جمع کرد دور خودش. بعد نشست روی تخت، به چند نفرم قبلا آموزش داده بود که چه کار کنن، این تئاتر را چگونه بازی کنن. ننشست بگه آقا ما باختیم، 600,000 کیلومتر از مملکت از دست دادیم. وقتی که جنگ را باخته نشسته رو تخت میگه که اگر ما لشکرهای جنوب و شمال را با هم متحد کنیم و بریزیم بر سر روس، اون متملقین و اطرافشون هم که قبلا یاد داده بودن چی باید بگن، شروع کردن به فریاد زدن وای به حال روس، وای به حال روس. دو مرتبه 5 دقیقه دیگه شمشیر از غلاف یه چند سانتی آورد بیرون، گفت اگر توپچی های ملاقه و توپچی های فلان شهر با هم بشن و برن به کمک فلان لشکر، ما بزنیم روس، پدر روس دراریم. همه گفتن بیچاره روس، بیچاره روس. بعد آخرش یه افتادن به دست و پاش که قربان ببخش این کفار را و از گناهشون بگذر. اونا هم برگشتن، فتحعلی شاه برگشت گفت این بار میگذریم از گناهشان، بگذار این کفار زندگی خودشان رو داشته باشند. گفت قرارداد بیارید امضا کنید. این شما ببین در توهم اگر نباشه این شخص،
واقعا یا دیوانه است یا اینکه در توهمه. در همون زمان که جنگ ایران و روس بود، ایشون به جای اینکه لشکر تجهیز کنه یک آخوندی رو پیدا کرده بود به نام آقای محمد اخباری نامی بود. این آخوند را انقدر بهش اعتقاد داشت که میگفت این علم غیب داره و میتونه کارهایی انجام بده که افراد عادی نمیتونن انجام بدن. همین مزخرفاتی که دید آخوندا میگن. این جناب اخباری بهش گفت اگر تو به من فلان مبلغ پول را بدی احتیاج نیست نیرو تهیه کنی، من سر رئیس نظامی روس ها را که اون زمان شخص بود به نام سیسیانوف در ضمن بازرس ارتش هم بود که به لغت فرانسوی بهش گفتن اینسپکتور. اینا چون نمیتونستن این لغت رو درست ادا کنن میگفتن اشپختر. ایشون گفته بود اگر به من فلان مبلغ را بدی و فلان قول را بدی من سر اشپختر را برات میارم. حالا چه قولی میخواست؟ این آقا اخباری بود. ما اصولیان داریم و اخباریان. اصولیان مثل خمینی اینا اصولیانند که دنبال ولایت فقیه هستن و اخباریون اصلا از تقلید و اینا فاصله دارن، میگن اصلا غلطه که ما از کسی تقلید کنیم. و قولی که از فتحعلی شاه گرفت این بود که اگر من این کارا کردم سر فرمانده روس برای شما آوردم، این به ما اجازه بدی اخباریون در کشور فعال باشن و مدارسشون رو برپا کنن، جلوی اصولیون رو بگیری. از قضا از اتفاق زمانی که باکو محاصره بود فرمانده اونجا شخصی بود حسین قلی خانی، مقاومت خوبی هم داشت انجام میداد. بعد سیسیانوف آمد که من میخوایم مذاکره کنیم با شما. در حین مذاکره یکی از افراد ایرانی ابراهیم بیک نامی از دارودسته امین حسین قلی خان پرید اینو کشت، آقای سیسیانوف را. کشته شدن سیسیانوف همانا فرستادن سرش به پایتخت فتحعلی شاه وحشت کرد. گفت ای بابا اینا چه قدرتی دارن این علما، و خیلی هم در این حال خوشحال شد که یه همچین نیرویی را در اختیار داره. بعد آمد یاد قولش افتاد. از اون بعد اصولیون آمدن که آقا اگر شما بخوای به حرف این شخص بری مواظب باش، اینی که قدرت داره سر روس را ببره، شما هم اگر ازش به حساب گوش به فرمانش نباشی ممکنه سر تو هم با علمی که داره بتونه ببره به وسیله جن و به وسیله ماورا و طبیعه. این بود که فتحعلی شاه گفت اینا بگیرید بکشیدش قبل از اینکه این ما را بکشه. اینم متواری شد و از تهران زد بیرون، رسوند خودشو به ملایر. در اونجا حاکم ملایر یکی از پسر ششم فتحعلی شاه بود که یه آدم ساده لوح و ابلهی بود. اونم خبر نداشت چی گذشته در پایتخت، فقط اسم و رسم اینا شنیده بود. اینا پذیرفت و خیلی هم ارج و قرب براش قائل بود، تا اینکه بعد از چند روز این یه روز گفتش که آقای شیخ قلی میرزا بود یه هم چیزی اسمش، من دیروز فرستاده شاه پریان با من تماس گرفت، میخواست با من صحبت کنه. من رفتم، ایشون گفتش که من یه دختری دارم که عاشق این شازده شده و شما این رابطه را درست کن که اینا بتونن با هم دیگه ازدواج کنن. شیخ قلی خان میگه که آقا عاشق من شده؟ میگه بله. میگه آخه من که همچه شرایط چیزی ندارم، نه هیکل درستی دارم، نه
چیز قیافه درستابی که کسی عاشق من بشه میگه نه آقا این سفت و سخت دختر عاشق شما شد و علاقه‌مند به اینکه با شما ازدواج کنه و اگر شما با ایشون ازدواج کنی صاحب تمام گنج‌هایی میشی که پدر ایشون داره. این بدبخت ابله را بازی داد. بعد از چند وقت کلی هدایا و پیشکش و پول و اینا برداشت به عنوانی که ما میخوایم بریم خواستگاری. از اونجا هم زد به چاک و رفت. میخوام فقط به شما بگم چه ابله هایی تو این مملکت حکومت میکردن. در همون جنگ ایران و روس 2 آخوند بودن که فتوای جهاد دادن. یه آخوندی بود به نام میرفتاح، یکی هم به نام سید محمد مجاهد. این 2 با هم دیگه فتوای جهاد دادن و فتحعلی شاه را کشوندن به این جنگ. بعد از اینکه شکست خوردن، نیروهای پاسکویچ آمد به تبریز را گرفت. آقای میرفتاح مجاهد فرار کرد و اون شخصی که مجاهد شخصی بود که موقعی که وارد تبریز شد فتوای جهاد داده بود، سر راه وارد تبریز شد، مردم حمامی که این رفته بود را آبش اون حمامی به حساب لیوان فروخت و ثروتی از اون آبی که آقای مجاهد خودشو شسته بود توش، سید محمد مجاهد. بعد که این 2 وارد تبریز شدن، 2 آخوند در یه جا نمیتونستن بگنجن، همدیگه را قبول نداشتن، در صورتی که هر 2 اعلام جهاد داده بودن، هر 2 هم به حساب با فتحعلی شاه چیز کرده بودن که باید تکلیف کرده بودن که باید بجنگی. آقای میرفتاح موقعی که قشون روس داشت وارد میشد رفت دروازه های شهر را باز کرد. قشون استقبال قشون پاسکویچ رفت. بعد تمام جاهایی را که اسلحه خونه ها را تحویل پاسکویچ داد. حتی به پاسکویچ گفت آقا اجازه بدید من همسر و مادر عباس میرزا دستگیر کنیم بیاریم خدمتتون. که آقای پاسکویچ گفت دیگه آقا اون احتیاج نیست، پیرزن به درد ما نمیخوره. بعد ایشون طوری خوش خدمتی میکرد برای پاسکویچ که خود مردم در تعجب بودن. مثلا ایشون کل جمعیت جمع کرده بود، مردم تبریز را، که دختراتون رو بیارید، ما میخوایم بدیم به این آقایون سربازای روس که اینجا هستن، عزب هستن و ناراحت از زن و فرزند به دور هستن، اینجا در عذاب نباشن. که پیرمردم میگن آقا این چه کاریه و چرا ما این کار کنیم؟ میخواید که چی؟ خب این سربازا عذبن، احتیاج دارن، منو بیان ترتیب ما بدن، خب باید زن باشه براشون. یه همچین منطقی هم داشت. البته همین جناب مجاهد را بردنش روسا. در گرجستان یه باغی هست که به نام ایشون معروفه، یه باغ 10 هکتاری بهش داده بودن و به حساب به عنوان جایزه‌ای به این کارهایی که انجام، خدماتی که به روسا کرد. این شخص متحجر عقب افتاده در تبریز یک گاو داشت به نام گاو صاحب الامر معروف بود. اونم باز داستانش به این صورت بود که یک گاوی رو قصابی میبره بکشه. این گاو از دستش فرار میکنه، میره داخل یه مسجد، قصاب میره اینو بکشه بیرون از مسجد، فشار میاره به خودش، سکته میکنه. قصاب سکته میکنه و میفته میمیره. دفعه مردم میگن که این گاو چون تو مسجد صاحب الامر بوده متعلق به امام زمانه و اینی هم که کشته قصاب را علامت بر اینه که این گاو مقدسه. این جناب میرفتاح گاو را میبره منزلش،
یه پارچه خیلی زربفتی میندازن روی این گاو و دیگه مردم به صف واسطه بودن که از این موی گاو یه تیکه به یه دونه بکنن ببرن برای دوا و برای شفا. از اون ور سفیر انگلیس هم میاد یه چرچراغ و اون مسجد هدیه میده. شما ببینید اینا علاقمندن که ما در حماقت باشیم و تشویق میکرده همچه افرادی را. بعد این گاو را به جای اینکه بهش درست غذای درست حسابی بدن، از حماقتشون شروع کردن نقل و نبات و اینا هم به این گاو میدادن که مثلا بخوره، که این باعث شده بود که این گاو بیچاره اسهال افتاده بود و بعد مرد. بعد جسدش را هم بردن، الان نزدیک همون مسجد خاک کردن. در تبریز هستن از این جریان به نام گاو صاحب الامر. این آخوند خب چیزی به نام ارق ملی نداشت. مثل همین آخوندهای فعلی هم شما ببینید موقعی که صحبت از منافع ملی میشه، این آقای خامنه‌ای اینا شما ببینید مملکت رو به باد دادن. الان هر روزی امکان این هست که اسرائیل و آمریکا زیر ساختای کشور رو بمبارون کنن. برای اینها چیزی به نام منافع ملی وجود نداره، چون ملی یعنی ملت. در کشور ما ملتی وجود نداره. ما رعیت هستیم، ما امت هستیم. موقعی که در زمان شاه میگن منافع ملی یعنی منافع شاه. زمانی که میگن در دولت آخوند میگن منافع ملی یعنی منافع آقای خامنه‌ای. ما اگر در کشور روزی 6 میلیون بشکه نفت صادر میشد یا اینکه روزی 2 بشکه نفت صادر میشد فرقی نداشت برامون، چون این منافع در جامعه تقسیم نمیشد که بگیم آقا روزی که دو تا بشکه صادر کنیم با 6 میلیون فرق داره برای مردم، از رفاه و از خدمات مردم کم میشه به علت اینکه فروش کمتری داریم. نه، فرقی نمیکرد. اون رژیم یه ابلهی نشسته بود در رأس کار، به میل خودش کشور اداره میکرد، هر جوری که دلش میخواست کشور را اداره میکرد، مال خودش میدونست. شما مثلا رضا شاه پول نفت را اصلا نمیذاشت به صندوق دولت بیاد، میریخت جیبش. یعنی این پول رو میریختن به حسابش در لندن. ایشون میگه من میخوام برای ارتش سلاح بخرم و ارتش رو تجهیز کنم. یا خود شاه زمان حکومت شاه 45% از بودجه کشور میرفت برای ارتش. کسی هم نمیپرسید آقا اینا اصلا احتیاج هست، از کسی هم سوال نمیکرد ایشون. یعنی الان در همه جای دنیا این گونه است که اگر برای ارتش بخوان خریدی کنن مجلس تصمیم میگیره اینجور کارا را، هیئت دولت هست. ولی مال ما نه، یه شخصی بود گفتن در اتاقش کاتالوگ سلاح داره، ایشون سلاح ها را شرکت های اسلحه سازی میفرستادن، ایشون میدید، به آقای طوفانیان میگفت، میرفتن میخریدن و یه پرسنتی میریختن جیبشون. این کل خرید چیز اینها بود، کار اینها بود تو مملکت. اینی که تا زمانی که سیستم های استبدادی در مملکت ما هستن، ما حزب نداریم در کشور، مطبوعات آزاد در کشور نداریم، داستان ما همینه. از این مستبد میریم به اون مستبد. این مستبد کشته میشه، میگیم خدا را راحت شدیم، دیگه از این بدتر دیگه نبود، ببینیم بعدی چی میشه. بعدی هم مطمئنا همون میشه، چون استبداد یعنی این. شما نمیتونید یک مستبدی را در تاریخ اسم ببرید که بگید این شخص بازدهش درست بوده، مثبت بوده. نه، یه مش جباری بودن که فقط جنایت میکردن و مردم رو میچاپیدن. هیچ کار دیگه ای در زیر اینا نبود، در فکر اینکه رفاه داشته باشن،
مردم در رفاه زندگی کنن، اصلا برای اینا مسئله نبود. میان بعضی وقتا صحبت میکنن که بله مثلا رضاخان این خدمات را کرد. آقا ما انقلاب مشروطه انجام دادیم که شاه خدمات نکنه. اگه قرار بود خدمات باشه که خود محمد علی شاه بود دیگه. ما قدیمی ترین پارلمان آسیا رو داریم. یعنی ژاپن ما 1906 صاحب پارلمان شدیم. ژاپن 1946 صاحب پارلمان شد. همین پارلمان را آقای رضا شاه آمد تبدیلش کرد به طویله. خودش میگفت پارلمان هم میگفت طویله. خود دکتر مصدق همون زمان میگفت آقای رضا شاه آدمی است بسیار لایق و بسیار کاردان. ایشان به عنوان یک نخست وزیر یک حکومت مشروطه بیشتر میتونه خدمت کنه تا به عنوان یک پادشاه مشروطه. چون پادشاه که شدی یعنی کاری ازت بر نمیاد، نباید به کاری دخالت کنی، در رأس قوه مجریه نیستی دیگه. یعنی تو چیزای اجرایی نداری، مسئولیتی هم نداری، جوابگو هم به کسی نباید باشی. تو یه سمبولی هستی که باید یه سری چیزا رو امضا میکنی، فقط اونم جنبه سمبولیک داره. ولی میگن رضا شاه این خدمات را کرد. ما میگیم پدر جان در همون زمان 50 سال قبلش، 80 سال قبلش عثمانی ها از بغداد و آهن کشیده بودن تا برلین بدون اینکه منتی هم بذارن بر سر عراقی ها، بگن عراقی، کورو کچل، تراخمی، سوزاک سفلیسی، ما براتون قطار کشیدیم و آهن کشیدیم. تمجید و ستایش دیکتاتور یه مستبد واقعا وحشتناکی در یک جامعه ای اگر مردم دنبال یه همچین مسائلی باشن. شما زمانی که از یک استبداد دفاع میکنی یا احمقی یا اینکه به فکر این هستی که یک شخصی رو بیاری به قدرت برسونی اطرافیانش بچاپن و ببرن. یعنی از استبداد یعنی بیقانونی، دولتی باشه که قانون وجود نداشته باشه درش، یک شخصی ماورای قانون مثل آقای سیدعلی یا مثل خود شخص شاه باشه که این شخص هر کاری که دلش میخواد انجام بده و بره و ما هم بچاپیم اطرافش. خب ما میگیم اگر شما علاقمند هستید که شاه میخواید، خب ما هم علاقمندیم، منتها شاهش از ما باشه. اون موقع ببینیم شما قبول میکنی که تحت استبداد زندگی کنی. تمام آقایونی که طرفدار استبدادن خودشون در دموکرات ترین کشورها زندگی میکنن. پرویز ثابتی در آمریکا زندگی میکنه، صحبت از استبداد میکنه. شازده چندین سال، الان 40-50 سال در مهد تمدن زندگی میکنه، دنبال سیستمی میگرده که زمان مربوط به زمان فتحعلی شاهه. اینها استبدادیون، یعنی افرادی که مستبدی مثل شاه، مثل آقای خامنه‌ای، باعث از هم پاشیده شدن این کشور خواهند شد. همیشه مستبد موقعی که میمرد تو مملکت مکافات بود. کریم خان آدم بسیار خوبی بود. موقعی که مرد 10 روز جسدش تو زمین مونده بود، نمیرفت کسی خاک کنه. همه دفته بودن همدیگه رو میزدن سر اینکه قدرت بگیرن. زمانی که فتحعلی شاه مرد، فتحعلی شاه وصیت کرده بود که پسرش عباس میرزا قرار بود، پسر چهارمش بود، پادشاه بشه. عباس میرزا جلوتر از فتحعلی شاه مرد. به پاس احترام بر اون پسر کوچیکش آوردن، پسر عباس میرزا محمدشاه آوردن به قدرت. محمدشاه را از تبریز به تهران برسونن، قائم مقام مجبور شد 6 تا از برادرای عباس میرزا را یا کور کنه یا به حساب زندان کنه.
چون اینا همش دنبالی بودن که قدرت بگیرن. سیستم استبدادی همینه، موقعی که مستبد میمیره سیستم از هم میپاشه. این خب در تا یه دورانی میشد توجیه کرد، بگفتیم دنیا همینه. البته دنیای غرب اینگونه نبود، مستبدین در اونجا اینگونه دستشون باز نبود که در کشورهای ما بود. ولی فعلا در دوران امروزه ما بیایم طرفدار سیستم استبدادی باشیم، این واقعا وحشتناکه. در یه سیستم استبدادی مردم هیچ کارن و شما توقع نداشته باش که مردم نسبت به همدیگه حسی داشته باشند یا نسبت به کشورشون حسی داشته باشند، چون کشور مال اینها نیست. ما در اینجا همه مستاجریم. صاحب خامنه‌ای صاحب شاه بود. بعد از ما نخواهید که ارق ملی داشته باشیم. شما اینو دقت کردید ما ایرانی‌ها هر جای دنیا که هستیم همدیگه رو که می‌بینیم رومون رو می‌بر میچرخونیم. چرا؟ متنفریم از همدیگه. هیچون حس همبستگی در ماها نیست. چون یه سری رعایایی بودیم در یک کشوری زندگی می‌کردیم. ملت نبودیم هیچ وقت. و همین بی‌شرف‌ها، همین مستبدین الان باعث میشن که این کشور به طور کامل نابود بشه. چون اگر شاه همون زمانی که اوضاع به هم خورد و میدونست که نمیتونه کشور را نگه داره، میآمد قبل از اینکه سیستم از هم بپاشه قدرت را با نظارت خودش به مردم میداد. احزاب آزاد میذاشت، مطبوعات آزاد میذاشت، کشور دست افرادی مثل آخوند نمیافتاد. ولی متاسفانه تمام قرارمدارها را پشت گذاشته بودن. ما ملت خبر نداشته، فکر میکردیم انقلاب شده. انقلاب نبود. از یه شاه منتقل شد قدرت به شیخ. شما تجسم کنید انقلاب یعنی دگرگونی، یعنی زیر و رو شدن یه سیستم. آخرین نخست وزیر شاه کی بود؟ شاپور بختیار. اولین نخست وزیر آخوند کی بود؟ مهندس بازرگان. هر دو از جبهه ملی. پس این نشون میده تغییراتی در جامعه قرار نبود بیفته. زمانی که دولت انقلابی نخست وزیرش همونیه که در دولت شاه هست، یعنی از همون حزب و از همون تشکیلاته و این خودش میدونست داره میره. انقدر ارق ملت نداشت، انقدر یه ذره در خودش این حس را داشته باشه که این کشور را نذاره به بلبشو و بیچارگی بیفته. ولی عین خیالش نبود. پولاشو خارج کرده بود، خودشم یا علی زد به چاک. حتی به نزدیکترین کسانش هم خیانت کرد که نخست وزیرش و ارتشش و تمام تشکیلات چند روزه از هم پاشید. الان هم همین جریانه. اگر این شهر آمریکایی‌ها بیان بمباران کنن، شیرازه کار از هم میپاشه. کسی خط کسی را نمیخونه. مثل اوایل انقلاب نیست و مرگ خمینی که هنوز جامعه در دست آخوند بود. هنوز جامعه توهم داشت که آخوندها یه سیستم درستابی دارن توی این کشور پیاده میکنن. هنوز چیز مذهب، نفوذ مذهب اینا را نگه داشته بود. الان اون نیست. الان 95% مردم ناراضی هن. و اون 5% هم که مملکت را دارن میچرخونن در خودشون هزاران مشکل هست و رقابت هست. شما میبینید که اطلاعات سپاه داریم، اطلاعات وزارت اطلاعات داریم، 10 تا سازمان و ارگان موازی همدیگه دارن، چون هر کدوم اینا در دسته یه نفرن. همون خانخانی قدیمه. این بی‌شرافت یعنی آقای خامنه‌ای اگر همین الان که میدونه بیاد بگه آقا من میکشم کنار، منتها برای اینکه سیستم از هم نپاشه نظارت میکنم تا اینکه این روال انجام بشه
قدرت را به مردم واگذار کنه، ولی نمیکنه و نمیتونه هم بکنه، چون فساد اونقدر زیاده که از هر جاشه که بگیری نمیتونی، برمیگرده به خود دیکتاتور و دیکتاتور هم تا آخرین لحظه هنوز امید داره که بتونه ادامه بده. این اون توهمیه که باعث میشه کشور رو نابود کنه. امیدواریم که این مسئله اتفاق نیفته، ولی با این روالی که داره پیش میره، شما ببین برای همدیگه اینا دارن میزنن، این دارن میره یه کاری میکنه دلار گرون بشه، اون یکی یه کاری میکنه نفت پیدا نشه که اون علیه اون استفاده میکنه این موضوع، اون یکی مردم رو علیه پزشکیان میشورونه. خب این نشون میده که اینا هیچ راجع به مملکت و مردم علاقه و محبتی ندارن، اینا فقط مشکلشون چاپیدنه. این میگه ما باشیم و در دست اون بچاپن، و یکی میگه من باشم و بچاپن. و مملکت هایی که به وسیله مستبد اداره میشن، چیزی به نام منافع ملی ما در اینها نداریم. همینجور که الان میبینید دیگه، شما در هیچ جای دنیا نمیتونید پیدا کنی که مردمی بیان بگن آقا چقدر خوبه بیاد یه عده ما رو بمباران کنن، کشور ما رو بمباران کنن، بزنن نفت و همه رو بزنن داغون کنن. این نشون دهنده اینه که ما ملتی نیستیم که منافع ملی داشته باشیم. همیشه کنار بودیم، مستبد برده خورده و اگر هم الان بمباران میشه کشور آقای خامنه ای میگن داره بمباران میشه، یا کشور شاهه. به خاطر همین مردم هم بیش کاری ندارن. همون جور که در زمان رضا شاه این شد، رضا شاه که بردنش یکی نیومد بیرون بگه آقا کجا میبرید اینا، چون مردم نظری نداشتن، کشور اونا نبود، مال ما نبود. انگلیس ها آوردنش، انگلیس ها بردنش، پسرش آوردن، ما نشستیم نظاره‌گر بودیم. امیدواریم کار مملکت به اونجا نکشه و شیرازه کار از هم نپاشه که آینده سیاهی در انتظار این کشور هست.